على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. از کتاب 1001 حدیث در اسلوب نفیس. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. از عمر ابن خطاب خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند عملها به نیت وابستگی دارد. شخص به هر نیتی که باشد آن را در می‌یابد. اگر شخص برای خدا و رسول او هجرت را نیت کند، هجرت او برای خدا و رسول او می باشد. و اگر شخص برای مال یا برای نکاح زن هجرت نماید، پس هجرت او به همین نیت باشد. روایت بخاری و مسلم. بله برادر و خواهر عزیزم، آن عملهایی که ما انجام میدهیم ثواب میگیریم وابسته به نیتمان. اگر نیتی خوب باشد ثواب میگیریم و اگر نیتی بد باشد ثواب نه بلکه گناه میگیریم. مثلا اگر انسان 2 رکعت نماز خواند با نیت ریا، یعنی با نیت خود نشاندهی، در این نماز او ثواب نه بلکه گناه میگیرد. بنابراین برادران و خواهران، در همه کارها ما باید اول نیت خود را راست نماییم تا اجر و ثواب این عملها بر ما نصیب بگردد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطربا.